سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پخت‌وپزهای خانگی. ما امروز همراه آش گرده پلوی روغنی زغیری شهر اسفره باستانی تیار میکنیم. محصولات به ما لازم است. من 400 گرم سبزی، 350 گرم گوشت میده کرم گرده پلو، 2 کاولیز روغنی زغیر، 1 کاسه پر کمتر سیله برنجی دیوزیره، نخود، 1 دانه پیازی کلان میده کرم. با مقداری چینکشه خودتان معاین میکنید. در عائله چند نفرید؟ ما حاضر زیربک تیار میکنیم. در اول من دیگه ما گرم شد. 2 کاولیز روغنامه میگیریم. از سپی کاولیزی من کلانتر بودم، من اون قدر پر پر میگیریم روغنه. من پیازی ما سرخ شد. من کو گوشت انداز میکنیم. من 5-6 دقیقه گوشتامایم زیر بام مکو من سبزی همه همراه میکنیم. من زیربکی ما هم قریب تیار شد. من نمک همراه میکنیم. زیره عصبی زیره سختتر بودن همراه میکنیم. از آبش بجوشد مغز میشه. من زیربکی ما تیار. آب میریزیم میکنیم. من آب ریختیم زیر بکام با تا جوش برآوردنش میستد. سن جوش براره تگی گزامای کمتر پست میکنیم. من زیر بکی ما جوش برآورد اکنون تکشه کمتر پست میکنیم. زیر بکام با آب ریختیم. من برنجامای تر میکنیم. من چینده تازه کردم. بعدی زیر بک با آب ریخته من بعد برنج تر میکنم. برنج سرخ پیش از آب ریختن تر کنید. میده میشه. برای همین بعد از آب ریختنی زیر بک من بعد برنج تر میکنم. من آبی شیر گرم کی برنجامای تر میکنیم. در 15 دقیقه نگاه میدارم. من زیر بکی ما جوشیده است. من گرونجی شدم 2 مراتب آبی خنکی آشامای دم میپرتاییم. گرونجتان آبادار باشد با آبی جوش میریزیم. اگر آبادار نباشد خیلی نگاه میکنیم. من گرونجه انداختم. حرکت کنید که همه طرفی آشتان یخیل جوشد. همه گرونجاش خوشرون بیاد. اگر گرونجاش آبادار نباشد کمتر سختتر دانش دم کنید. اگر نیکی آبادار باشد ملایمتر دم کرم میگیریم. یعنی من گرونجم آبادار نیه سختتر دم میکنم. من آشامای دم میکنیم کمتر آبدار. من نخوته بالای همین دنبه همراه میکنم همه وقت که آشا لنج نکنه. من 20 دقیقه تگی گزامای پست کرده میمانه.
من آشی ما هم دم خورد. من کو گردانده یکیشی ما شمایه. من آشی روغنی زغیر گرده پلوی شهر اسفری باستانی هم تیار شد. من مرحمت دوستان با آشی اسفری باستانی شما هم حتما برای نزدیکان خود تیار کنید. کانال ما را دستگیری کنید، پادپیساتیا کنید و یار و دوستان را دعوت کنید. خیر تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشید.